چقدر دردناک است وقتی میبینی جوانی که میتوانست صلاح الدین دیگری باشد، اما در مجلس های حرام شب را روز کرده قیلون میکشد و قهقه میخندد، در حالی که زیبنده بود امت ساز باشد و قدس را آزاد کند. چقدر دردناک است وقتی میبینی جوانی که میتوانست احمد بن حنبل دیگری باشد و عمر خود را در نگاشتن کتاب‌های شرعی و تدریس عقیده اسلامی و پرورش نسل عزتمند و سرشار از یقین سپری کند. اما تمام هم و غم و جوانان ما شکست همسالانشان در بازی‌های پابجی و پلی‌استیشن است. چقدر دردناک است وقتی می‌بینی جوانی که میتوانست معتصم دیگری باشد و ارتش مسلمین را رهبری کند و همانند معتصم بالله فریاد و معتصما را لبیک گفته غرور کفر را زیر پای کرده سپاهیانشان را به لرزه در می آورد. اما متاسفانه جوانان ما مشغول دعواهای خیابانی، قیلون کشیدن، آزار و اذیت نوامیس مردم است. چقدر دردناک است وقتی می‌بینی جوانی که میتوانست با اختراعات خود به مسلمین و کل بشر خدمت کند و فخر این امت باشد، اما متاسفانه بهترین روزهای جوانی خود را در فضای مجازی و اینترنت بیهوده و به دنبال امور بی‌ارزش و حرام می‌گذرانند و یا اصلا کتاب نمی‌خوانند یا اگر هم کتاب در خانه دارند بالای کتاب‌هایشان عنکبوت خانه کرده است. اوج درد ما این است که ما نیازمند جوانان هستیم که آستین همت بالا بزنند و به میدان عمل وارد شوند و زمام امور را در دست بگیرند، اما براستی این جوانان ما کجا هستند؟ السلام علیکم و رحمت الله.